همینطور که می‌بینید من موهام چون فره یه همچین سمتی لینک اون ویدیو رو میذارم براتون که موهامو چجوری اینطور کوتاه کردم. سلام علیکم، حالا احوال شما؟ میخوام که ویدیوهای مو رو بگیرم. خیلی این ویدیو به نسبت درخواست داشت که موهاتو چجوری اونطوری استایل میکنی و نمیدونم چرا انقدر مقاومت داشتم سر اینکه این ویدیو رو بگیرم. نمیدونم، شاید چون که هیچ نمیدونم، ولی دیگه الان گفتم واقعا بشینم ویدیو رو بگیرم. الان میخوام برم بیرون، الان که نه یه 2 ساعت دیگه. موهام خیسه، بهتون بگم دیگه که چجوری موهامون شکلی استایل میکنم. حالا اول از همه بهتون بگم که اگه اون ویدیوی کوتاهی مو رو دیده باشین که فرم این که موهای من چه شکلیه رو میدونید. موهام یک کمم خوش شده و این که هم موهام فره. بعد درخواست ویدیو مو فر هم داشتم، حالا اونم براتون میذارم جلو. امیدوارم انقدر بدقولی نکنم. ولی اولین کاری که میکنم از همون که میام یکم آب موهام توی حوله گرفته شده. من حوله معمولی دارم استفاده میکنم، ولی بهتره مخصوصا اگه موهاتون فره حوله استفاده کنیم که مثلا نخ پنبه باشه. خیلی ها میگن که حالا محصولای مویی رو بهتون معرفی میکنم، ولی من الان دارم از این میلک شیک 12 کاره میزنم که از حرارت مو رو محافظت میکنه، از حرارت، مقابل حرارت. و بعد از این الان که میخوام موهامو اون مدلی که صافه و فرم اون شکلی حالت قدیمی داره اون سبکیه، موهامو لزوما به حالتی که میخوام موهام فر بشه، چون کسی که موهاش فره نباید موهاش رو اینجوری شونه کنه، ولی من چون الان میخوام صاف کنم اوکی، میگم جلوتر براتون اون ویدیو رو هم میذارم. ولی موهامو الان وقت ندارم اونقدر. اگر وقت داشته باشم برای اینکه خیلی آسیب نبینه میذارم که خودش خوشه تو دمای معمولی، ولی که آسیبش باز به نسبت کمتر بشه. ولی الان چون وقت ندارم وقت شما رو نمیگیرم، موهامو میرم با سشوار خوش میکنم. اما برای محصولایی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم فعلا یه کوچولو ویدیو رو میزنم جلو یا سرعتش رو زیاد میکنم، ولی برای اینکه بهتون نشون بدم که چه چیزهایی میتونین استفاده کنین به جای اون چیزی که من بعد از اینکه موهام خوش شده استفاده میکنم بهتون الان آلترناتیو میدم. خب سشوار که با حالت با برس گرد و اینا سشوار معمولی میتونین استفاده کنین، اونجوری که من موهامو خوش میکنم، یعنی فرم میدم. ولی من اینو از ایران خریدم. چیز بعدی که میخوام بهتون نشون بدم که موهامو همیشه باش درست میکنم و عصای دستمه، اینو جلوتر بهتون نشون میدم. ولی اینو از ایران خریدم، هیچ ایده‌ای ندارم الان جایی موجود داشته باشه یا نه، ولی میخوام بگم همچین فرمتیه، یه همچین سری داره و یعنی در واقع میشه سشواری که سرش برس داره که فکر میکنم راحت بتونیم هر جایی پیدا که فکر میکنم بتونیم مدل‌های مختلفش هر جایی پیدا کنیم. من اسم مدلش رو میذارم، فکر نمیکنم الان این باشه چون خیلی مدل خیلی جدیدی نیست. من اینو پارسال گرفتم، ولی برند رمینگتونه. ازش راضیم. آره، نمره از 10 بهش چه نمره میدم؟ برای منی که ADHD دارم و عجوله هم نمره 6 بهش میدم، چون اون یکی خب. ولی حالا بذارین بهتون نشون بدم، حداقل اجازه بدین. این رمینگتونه یه چیز خوبی که داره اینه که علاوه بر این درشتایی که داره یه سری ریزتر و قد کوتاه‌تر هم داره، موها رو راحت تر می‌گیره. اینایی که دارم میگم توجه کنین که برای کسایی که اینجا صدای سشوار نه، برای کسایی که موهاشون نازکه. من موهام خیلی نازکه، یعنی خیلی نازکه، ولی دیگه حالا همینه دیگه، ما اینجوری درست کردن.
ولی واقعیتش برای این که هر کدوم از این چیزایی که من باشون کار میکنم چقدر برای کسایی که موهاشون ضخیم تره و چیز تره کار میکنه دیگه باید تحقیق کنیم. ولی حالا این رمیتونه روشن خاموشش با اینجوریه، باد سرد داره که این نکته خوبیه، پوینت خوبیه براش. باد گرم معمولی داره و یکم خیلی گرمتر نمیدونم. ببین یه چیزایی هست که من برام سخت بود این ویدیو دیگه، خدا اگه مسخره کنین ازتون نمیگذرم. ولی آره حالا من الان بهتون یه سمت موهامو با این یکم خوش میکنم تا یه چیز کلی بهتون نشون بدم. براتون موزیک میذارم گوش بدین و یه سمتش هم میذارم با سشوار خوش میکنم. بعد ببینین که من چجوری موهام شبیه یالشیه میشه و اگر همچین حالتی میشه موهاتون، بدونین که موهاتون، چون من واقعا خودم تا مثلا 5-6 سال پیش نمیدونستم موهام انقدر فره و حتی فرش خوشگله، من فرش رو دوست دارم، ولی یه وقتی هم تنوع دوست دارم که این مدلی درست کنم یکم صاف باشه. واقعا آدم از موه فر خسته میشه چون وقت میگیره درست کردنش. ولی تو یه ویدیوی دیگه خدایا قول میدم بهتون میگم که واقعا تا یه جایی واقعا تا یه سنی حتی با توجه به نوع مراقبت موهاتون و جوری که خشک میکنین و استایلش میکنین ممکنه ندونی موهاتون حالت داره، موج داره یا فره حتی، که خب حیفه. حالا بهتون جاتر میگم اونا رو بعدا. همینطور که میبینید من موهام چون فره، جلو براتون میگم که موی فر رو چجوری باید استایل کنیم که اینجوری نشه. ولی چون که موهام فرشم به نسبت ریزه، وقتی که شونه میکنم و سشوار میکشم اینجوری میشه. خب حالا این اوکی مهم نیست. الان اونو میزنم روشن میکنم. ببین تا جایی که من این مدل اسم برنده تراویکسه، فکر میکنم یادم نمیاد کجاییه، ولی یه همچین شکلیه. تا حد خیلی خوبی مطمئنم که اگر میخوایم بخریم باید سفارش بدیم براتون بیارم. من اینجا اصلا پیدا نکردم، اصلا کلا برندشو پیدا نکردم. برند خیلی گرونی هم نیست ولی برای ما خیلی ارزون هم نیست. یعنی با توجه به قیمت دلار فکر میکنم که الان باید مثلا نمیدونم شاید 6-7 تومن باشه، نمیدونم باید نگاه کنیم. ولی مدل‌های مختلفش دیدم توی سایت‌های ایرانی هست، یعنی لزوما این نیست ولی مدل‌های مختلف دیدم هست. یه همچین چیزیه، چیزی که من باهاش کار میکنم. یه دکمه وقتی که روشنش میکنی، به برق نزدم، روشنش که میکنی که روشن نمیشه، خودش درجه حرارت رو تا اندازه که مثلا کمتر به ما آسیب میزنه. خوبیش اینه دیگه که درجه حرارت رو نشون میده. این برای من خاص بود، من سفارش دادم برام بیارم که میتونیم ببینیم که چه درجه ایه. به نسبت خب آسیبش کمتر میشه دیگه و روشن میشه و به اون دمایی که حالا چیزه میرسه آماده است که باش کار کنیم. روی 360 درجه چیز میشه. حالا جوری که من مثلا اینو بزنم اینجا، من این قسمت بالایی موهامو که جلوی سر میشه یک کم اینو چیز میکنم، جدا میکنم اول. واقعا اینقدر با این دستگاه راحته. بعد واقعا همینجوری سنبل یه نصف موهامو این بر جدا میکنم. چو انداختم این نصف دیگر رو هم چند قسمتش میکنم. ببینید کار خاصی من در واقع نمی کنم برای اون مدل مو، خب ولی اون مدله که کوتاه کردن و
موندنش برای اینکه خود موهام فره ایناست که به نظرم تاثیر بیشتری داره. یک کم هم از اون روغن چیز بعضی وقتا میزنم ولی معمولا بعدش میزنم، اولاپلکس. این الان گرم شده. ببین میخوام بگم که چقدر این ساده است. پایین یکم چرخو من. حالا ببین این کاره رو کسایی که حرفه‌ای ترن و حوصله دارن میتونن با برس گرد انجام بدن. صرفا من کاریه که میکنم الان به همین راحتی. واقعا صبوری هستم، ولی مثلا فرم جوری که میچرخونم این برس رو همیشه لزوما یه شکل نیست، ولی خوشگل در میاد در نهایتش. خب میتونم یه ذره حرف بزنم چون طولانی میشه، میتونم بزنمش جلو. چیکار کنم الان که شما نیستیم بهم بگید چیکار کنیم؟ بعد تیکه تیکه جدا میکنم اینجوری. این تیکه یالشی رو هرچی با حوصله تر این کار بکنم خوشگل تر میشه و حجم فری موهامو بیشتر میگیره. ولی واقعا من میگم اگر ADHD داشته باشین یا بچه‌ای دارین که ADHD داره، اختلال عدم تمرکزی بیش فعالی، درک میکنین که چقدر سخته کاری که نیاز به صبوری داشته باشه. خب الان این دو تا قسمت رو می‌بینی. حالا میگم دیگه واقعا بحث حوصله است. من معمولا چی بشه که اونقدر حوصله داشته باشم، تقریبا چیزی نمیشه که اونقدر بخوام حوصله کنم وقت بذارم. برای زندگی همیشه همینه. آره نظرتون راجع به سال جدید میلادی چیه؟ حالا ما فرض کنیم که سال جدید، حالا ما هم میتونیم به عنوان سال جدید ازش یاد کنیم. چرا انقدر سرعت زندگی زیاد شده؟ به نظرتون به خاطر مدرنیته است؟ به خاطر اینه که ما همش حواسمون پرته تو زندگی؟ چرا؟ واقعا اصلا انگار نه انگار، یعنی باورم نمیشه که سال نو ایرانی زرتشتی واقعا الان چی؟ بعد میبینی این چون که قد موهام ثابت نیست، این پایینشه که این فرم گرد چیز میکنم، این لیر میشه، اینجوری میشه. واقعا ساده ترین حالت ممکنه به نظرم. یعنی مو فر از من وقت بیشتری میگیره بخوام فر موهامو درست کنم که خوش فرم بشه و اینا. خدا شاهده. یه کتابی دارم از یه روانشناسی که خیلی دوستش دارم، من زبون اصلیشو دارم میخونم ولی فکر میکنم باشه نسخه ترجمه شده است. کتاب قطوریه، اون اونجا اون پشته دیگه نمیشه. اسمش اینه به فارسی وقتی بدن نمیگوید. کانسپت کلی یعنی ماجرای کلی راجع به اضطراب و استرسه و اون چیزی که بدن وقتی که درگیر اضطراب میشه داره میگه که در واقع اینجوری بگم، داره میگه که تو میدونیم اینوها ولی خیلی اینو داره خب هم تو قالب روانشناسی کم حرفه‌ای تر میگه، هم یک عالمه مثال توشه.
از حالا چه مریضای خودش چه مریضای حالا بقیه کیسا مراجعین، حالا مریض نگیم. ولی ببین واقعا مثلا راجع به MS خیلی مثالای زیادی راجع به MS داره و اینکه چقدر اضطرابه که باعث این بیماری ها این چیزا میشه. و یعنی خیلی بامزه. مثلا چیزی که برای من خیلی توی این کتاب تا اینجا جدید بود این بودش که من فکر میکردم استرس و اضطراب همیشه نمود بیرونی داره، ولی خیلی عجیب بود توی این چیزی که داشتم، هم کتابی که دارم میخونم یه جاهایش رو داره منشن میکنه که اضطراب ما فکر میکنیم که لزوماً نمود بیرونی داره. خیلی وقتا پیش میاد که ما درگیر اضطراب هستیم ولی متوجه اون چیز بیرونیش نیستیم، یعنی لزوماً علامتی نداره، ولی میگه که ذهن و بدن توی ماجرای اضطراب کاملا به هم وصلن. که خب این اینو میدونیم دیگه که اصلا مغز از بدن جدا نیست و خیلی از بیماری ها و چیزایی که تجربه میکنیم ممکنه ثمره اضطراب های اخیر و یا حتی تروماهای کودکی باشه. چطوره که واقعا سیستم مغز، سیستم آدم خیلی عجیبه. یعنی اون چیزی که اینو درست کرده، اون کسی که نمیدونم مثلا چه لقبی میشه بشه، اون که واقعا نمیدونم چجوری این سیستم پیچیده رو درست کرده که اینقدر عجیب کار میکنه. یعنی من خودم خیلی از کارهایی که تو زندگیم نمی کنم بهتر بگم به خاطر اون ناخودآگاهمه که بر اساس یک سری ترس‌ها و تجربه ها هزاران بهانه دلیل اصلا تو واقعا ممکنه یه کاریو که میخوای، مثلا فرض کن یک برنامه‌ای داری، یک کاری داری، یک پروژه‌ای داری که خیلی برات استرس داره و خیلی نگران اینی که نتیجهش چی میشه و خودتو داری خفه میکنی سرش. دیدی یه آدم مثلا مریض میشه، مثلا پریودت جلو میفته، این بدن و مغز در واقع برای اینکه این رو در واقع یک مورد خطرناک میدونه برای بقاش، سعی میکنه که هر کاری که میتونه بکنه برای اینکه از اون خطر در واقع ما رو محافظت کنه. کما اینکه ولی حالا نکته اینجاست که ماجرا اصلا خطری نیستش که الان شاید در لحظه بر سن و سال ما چیز خطرناکی باشه، ولی چون در باور ما این ثبت شده یا ازش فرار میکنیم یا در میگیم. جفتش یکی بود و یعنی اگر حواسمون نباشه هم واقعا 95% چقدر میگن که تو روزمره ما داریم با ناخودآگاه زندگی میکنیم، فرمون روی سیستم خودکاره. اصلا خنده داره، یعنی و آدم بهش دقت میکنه کاملا این مشهوده ها، این که ما چقدر داریم روی سیستم اتوپایلوت میریم جلو و آدم حواسش نیست دیگه. یعنی برای اینه که مدیتیشن نمیدونم یه سری کارهای این شکلی خیلی میتونه آدم رو بیاره تو لحظه و در واقع هوشیارمون کنه که داریم چی کار میکنیم، الان فرمون دست کیه. یه همچین حالیه، خیلی ساده و راحت خودت در میاد. بعد که اون رو زد
درست کردم میام سراغ این قسمت. دوباره اینجا رو یه 2 قسمتش میکنم، یه قسمتش رو نگه میدارم، یه قسمتش رو باز اینو باز اینم همچنین میارم این صورت. من خیلی به جهتش اهمیت نمیدم، صرفا چیز میکنم، ولی در نهایتش همین متفاوت بودن جهت‌های اینا خودش خوشگل میشه. مگر اینکه میام خیلی وسواس داشته باشم. من اگر بخوام یه دلیلی نمیتونم وسواس بردارم که میبینی این مثلا 3 ساعت کار طول میکشه، برای همین اصلا اهمیت نمیدم. خب من که گرماییم این. خب بعد میریم سلاغه میریم سراغ این قسمت موها. من اینجوری نگه میدارم اینجا. این جوله موهام هر دفعه یه شکلشه، چون قانون خاصی رو براش رعایت نمی کنم، ولی چون که شما پرسیده بودین که چی کار میکنی، این کاریه که من میکنم. ببین اول یه دور میکشم که تا جایی که میشه مو رو صاف کنه، بعدش بسته به مدلی داره که دوست داریم بشه دیگه. من یه وقتایی این وری چیز میکنم، یه وقتایی اون برکی. بعد اینو باز واقعا برام سخته صبوری کردن، مرگا بره برام. اینو اول یه چند بار این وری چیز میکنم که یکم وزه رو بگیره. بعدم این کار احمقانه‌ای که کردم چتری زدم، تو نه چتری کامل مسخره. کی چتری میزنه تو؟ اینو بیسی به همین راحتی. حالا من از اون موقعی که موهامو کوتاه کردم الان واسه کم به نسبت بلندتر شده. چقدر 2-3 ماه میشه، ولی همچین حالیه دیگه. چتریمو در نظر نگیره، اینو بعدا باید درستش کنه. واقعا خیلی کار احمقانه‌ای بود، ولی کلیتش اینجوریه. بعد که اینا چیزش کردم معمولا از این روغن اولاپلکس میزنم. خیلی اینو دوست داشتم، انقدرم بوش رو دوست دارم. 1 2 3 قطره واقعا به نظرم برای کل موها بس. بعد این تا یه تایم خوبی میمونه. خلاصه آره، یعنی اینقدر این کار سختی بود که من این ویدیو رو بگیرم. نه واقعا یه همچین چیزیه. حالا اینکه شما با سشوار و برس گرد بتونین این کار بکنین که خیلی تبحر دارین، من ندارم. اگرم با اون 2 تا مدل باشه، با اینم میتونین این کار بکنین. میگم از اینا دیدم تو ایران تو این سایت مایتا، ولی خب این وقت بیشتری نسبت به اون میگیره واقعا و حوصله بیشتری میخواد، ولی قیمتش هم در نهایتش میکنم از این ارزون تر در میاد. ولی اینا چیزاییه که من ازشون راضی بودم. واقعیتش اگه که عجله نمی کردم شاید به جای اینو می گرفتم، ولی در مجموع میگم اگر حوصله داشته باشین اینم همون کار رو، این سبکا هم همون کار رو براتون میکنه. یه سری مدل هم دیدم که چیزن
صرفا چیزن مثل برس میمونن. فکر میکنم اون حالت گردی این یعنی این مدلی بودن پایین مو رو بهتون شاید ندن به این شدت، ولی در مجموعش فکر میکنم یه همچین سبکی. لینک اون ویدیو رو هم میذارم براتون که موهامو چجوری اینطوری کوتاه کردم. ولی اگر یه همچین مدلی تو نظرتون بوده، اولیش اینه که موها رو اون مدلی میتونین کوتاه کنین یا خودتون یا ببرین برین یکی آرایشگاهی کسی که تبحر بیشتری داره مثلا براتون درست کنین، یا اینکه مثلا ریسک کنین و خودتون کوتاه کنین. چتری واقعا قرار نبود این چتری ها رو بزنم، ولی که واقعا یه وقته جوگیر که میشم یه کارایی میکنم که میکنم دیگه، یعنی واقعا پس خودم یه جاهای بر نمیام. ولی آره کلیتش اینه. حالا باز اگر بخواین دوباره میتونی یه بار دیگه روش چیز بزنیم. یه وقتایی هم من خلاف این جهته میکشم، اونم خوشگل میشه، ولی اینو دوست دارم این حالت رو دیگه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه، به دردتون بخوره. من بودم برم آماده بشم، آرایش کنم، لباس رو بکنم بیرون دیگه. همین دیگه. قولم میدم، قول، ببین من قول میدم، یعنی اینجوریه که تو یادم هست، ولی قول میدم که ویدیوهای محصولات مومی که توی همون موبیلون همون استفاده میکنم بهتون بگم. قول میدم، خیلی وقت این قول رو دادم، ولی میذارم توی این ماه آینده سعی میکنم یه ویدیو بگیرم بذارم دیگه. مواظب خودتون باشین. ممنونم که همین گفتم من تا دوام نکنین اینو هی. و اینکه ندیده دوستتون دارم که اینقدر پرمهرین به من. دوست بهتون. فعلا خداحافظ.